اثبات وجود خدا توی 1 دقیقه. تصور کن وارد یه اتاق میشی و اسمت رو روی دیوار یه اتاق میبینی ولی هیچ کس اونجا نیست. چی با خودت فکر میکنی؟ چشمات میگن هیچ کس اینجا نیست ولی ذهنت میگه یه نفر باید اینو نوشته باشه، درسته؟ حتی 1 کلمه هم نمیتونه خود به خود نوشته بشه. پس باید یه نفر باشه که اسمت رو بدونه. یکی که زنده است و یکی که قدرتمنده. اصلا مهم نیست که میتونی ببینیش یا نه و بعدش خودتو توی آینه میبینی و همین سوالو میپرسی. کی تو رو خلق کرده؟ کی دی ان ای تو رو خلق کرده؟ چه کسی 3.5 میلیارد کلمه داره؟ اگر اسمت روی دیوار به نویسنده نیاز داشته باشه، بدن تو چجوری میتونه بدون وجود داشتن خالق وجود داشته باشه؟ چجوری میتونی باور داشته باشی که کسی اسمت رو نوشته ولی بگی هیچ کس وجود نداره که ژن تو رو خلق کرده باشه؟ و همچنین بدن تو یک دفعه و یک جا خلق نشده. سلولای بدنت مدام جایگزین میشن، بارها و بارها خلق میشن. پس سوال واقعی اینه که نباید یه خالق زنده و قدرتمند وجود داشته باشه که به همه چیز آگاهه؟ اتم ها این ویژگی ها رو ندارن. پس کی ما رو خلق کرده؟ این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید.